سلام دوستان، اگه شما هم بیدلیل بدن درد دارید، گرفتگی ماهیچه دارید یا حتی استخوان درد دارید، امشب یه خبر خوب براتون دارم و اون هم معرفی 2 تا مکمل خیلی خوب و با کیفیته که تمام دردهای شما، چه به صورت استخوان درد باشه چه به صورت دردهای ماهیچه‌ای و مفاصل، کاملا از بین میبره. مکمل الارتریت که عصاره سنجد داخلش هست، همینطور مکمل فستران که عصاره آووکادو و سویا داخلش هست. دوستان شما میتونید این 2 مکمل رو به صورت جداگونه تهیه کنید و استفاده کنید، روزانه 2 عدد، یکی صبح یکی شب، یا اینکه هر دوی اونها رو تهیه کنید و 1 عدد فستران صبح و 1 عدد الارتریت رو شبها میل کنید. چرا میگیم الارتریت شبها؟ چون شبها جذبش بهتره و تمام دردهای شما که به دلیل کار، به دلیل رانندگی طولانی، به دلیل فعالیت‌های بدنی شدید باشه، کاملا از بین میبره و هیچ مشکلی هم براتون به وجود نمیاد و پایش هم کاملا گیاهیه، توی کبد و کلیه رسوب نمیکنه، برای تمام سنین مناسبه. هر سوالی هم داشتید در رابطه با اینجور مکمل ها توی کامنت ها ازم بپرسید، مثل همیشه بهترین جواب بهتون میدم. یه مسئله دیگه که این 2 مکمل داره اینه که قیمت بسیار مناسبی توی بازار داره و همونطور که بهتر میدونید بالا بودن قیمت یک مکمل دلیل بر بهتر بودن اون نیست. خیلی وقتا مکمل های قیمت پایین و ارزون تر نتیجه بهتری برای بدن ما دارن. ممنونم از همتون و روز و روزگار به شما عزیزان خوش.